الان شما بری بپرسی همه میگن میشه، ترامپ میگه میشه، نتانیاهو میگه میشه، عنقریبه، به هر کی داخل و بیرون بگی میگه میشه. من حقیقتش باید ذهنم دو تا چهار تاست، از سمت آمریکا و اسرائیل مخصوصا دو تا چهار تا داره. میپرسم با همین توضیحاتی که الان دادم، خیلی وسیع تره ها چون وقت نیست، میپرسم الان اسرائیل بخواد بیاد اینجا 3 تا نکته داره. نکته اول، پدافندم وضعش چطوره؟ اون دفعه خودمو کشتم، این همه سال تولید کردم که تو 1-2 هفته تموم شد، که خودتونم میگید که الان تو این مدت مگه چقدر تولید کردی که بتونی فوقش 3-4 روزم نمیتونی دووم بیاری؟ بهش دادن همون فرداش آلمان ها بهش دادن. نه تاد کو، پیکان 3 کو. به آلمان چی میتونه بده؟ آلمان میتونه آفندی بده، چیزای دیگه. اونی که میتونه اینو ضد بالستیک میخواد که بعضیا رو بتونه رهگیری کنه فلان کنه، پیکان 3 میخواد، تاد میخواد. تاد هم ذخایرشو بده. آقا پیکان 3 کو، اون دفعه اینجوری رفت جلو، وای به حال این دفعه. این که یک. پدافندت مثل خود ما هم پدافندمون آسیب دیده، دو طرف در حال ترمیمیم دیگه. حالا فرمانده پدافند خاتم ارتش 3-4 روز پیش دیدم گفت که سیستما جایگزین شده، چه شده، ترمیم شده و این حرفا، ولی خب بالاخره طول داره. میریم 2. در آفند تو با این پدافند خرابت میخوای بزنی، کجا رو میخوای بزنی که بیارزه؟ چون نکته 3، ایران چه میکنه؟ ایران هم محکم میزنه. دوتایی پدافند تو وقتی آسیب دیده بهترین دفاع میشه حمله. برای همین امیر موسوی گفت این دفعه خط قرمز ندارم، یعنی میزنم. امیر موسوی هم آدمیه که کمتر مثلا میاد بخواد حرف بزنه و جلو دوربین بیاد و اینا، وقتی یه چیزی میگه خیلی عملیاتی انجامش میده. خب الان بحث این، من جای اسرائیل با این پدافند چی رو بزنم؟ هسته‌ای؟ خب هسته‌ای مهمترین بمبم GBU 57 بود، زدم. به کجا رسیده هنوزم معلوم نیست. به احتمال قریب به یقین خودشون میگن دیگه که آقا آسیب جدی ندیده. خیلی خوب، چی رو میخوام بزنم؟ موشکی. شهر که زیر زمین، شهر موشکی، برو حالا کی میخواد بره اونجا، اصلا نمیتونی، از فردو عمیق‌تر. پس در محاسباتشون میگه جنگ نمیشه. نه عرض من اینه. میگم میخوای چیکار کنی؟ اون دفعه نتانیاهو میگه 40 سال نقشه کشیدم، 10 سال تمرین کرده بودن، 20 سال فقط آزمایش هوایی رفته بودن، غافلگیری داشتن، عنصر غافلگیری. این دفعه اون دستت هم روه که خب این دفعه توفیق میزنه، توفیقت خیلی کمتر. چی رو میخوای بزنی که انقدر مهم باشه که ایران هم جواب بدجور بهت بده؟ دوباره موشک ممکنه این دفعه با کلاهک 1 تنی بخوری، یا اون دفعه عماد قدر 200 تا 400 کیلو بود، این دفعه کلاهک 1 تنی. ببین 1 تن در مقایسه با 200 تو مواد انفجاری 5 برابر نیست، تساوت هندسی میره بالا. چی میخوای بخوری که امیرم داره میگه، امیر موسوی هم میگه خط قرمز ندارم؟ ممکنه دیمونات بخوره، ممکنه تنگه بسشه، ممکنه هم نه، نوع موشک فرق بکنه، کلاهک‌ها سنگین‌تر، 1000 تا چیز، ممکنه زمینی بزنم، از جای دیگه بزنم. چیه اون هدف کدومه؟ من هدفی نمیبینم براش که اینقدر ارزش داشته باشه یه همچین ریسکی رو با این فاصله زمانی کوتاه بکنه. بله همواره احتمال این که این مثلا بخواد یک دیوانگی بکنه ممکنه باش، دیوانگی در حد چند درصد. آدم یه سود و زیانی باید بکنه دیگه. بنابراین حالا این دفعه شاید دیگران درست گفتن، شاید اونا احتمال خیلی بیشتری میدن. اگر این دفعه مرزها رو درگیر کرد چی؟ من سناریوی دومی میبینم. نصفشو انجام داده از نظر من، ممکنه ما رو داره غافلگیر میکنه با اون. کارش اینه سر مرز لبنان یه سری شیعه ها و علوی ها که رفتن تو لبنان، بعد حفاظت اونجا با حزب الله و ایناست، ارتش جولانی هم اونجاست، بریزه تو، نه فقط برای قتل عام، اونجا رو بگیره، از بالام او میزنه، جولانی میشه ارتش پیادش، سویدا رو اینور به جاش داره بهش میده. سر مرز عراق سوریه هسته های القاعده داعش رو دوباره فعال کرده. 30,000 تا داعشی تو زنداناییه که به طرفت العینی با غمزه عین آمریکایی آزاد میشه. از بالا 2 تا اسکادران بفرسته رو ارتش 8 شبی عراق، از زمین هم نیروهای نیابتی. سر مرز ما رو هم بخواد محورهای مواصلاتی ما رو که ما نریم اینجوری بزنه که چی بشه؟ آنکادره کنه که ما رو ببره توی جنگی که جنگ نیابتیه. بله رو زمین که خیلی ما سریم، خیلی به نفعمونه. یه بارم این جنگو قبلا با بیش از 100,000 تروریست کردیم، 10 سال پیش بردیم، تموم شد به کارش. ممکنه هم از این وسط اگه این کارو بکنه دوباره خط ارتباطی عراق لبنان بس بشه دوباره. خب پس چرا این کارو میکنه؟ حرفش اینه، میگه که تو با طوفان الاقصی
2 سال من آوردی تو فرسایش، هر دقیقه یکی زده، غزه زده که هنوزم گیر دارم، لبنان زده، انصارالله زده، خود زدی، همه زدن. حالا بذار من 1-2 سال تو رو ببرم تو فرسایش، من ریکاوری کنم و آماده بشم برای 3-4 سال دیگه ای که من همواره دارم میگم اصلا هر اتفاقی بیفته، چه این سناریویی که الان گفتم، چه سناریوی اول، چه هیچ کدومش اتفاق نیفته یا هرچی، 3-4 سال دیگه اصل ماجراست تا پایان دوره ترامپ. اونجا اینا یه دورخیزایی برای اون موقع میکنن، وگرنه با این تعداد پیکان و تاد و غافلگیری رو از دست دادی، اینا چیزی کاسب نیستی، بیشتر ضرر میکنی. روی این حساب من میگم. اما شما حالا به عنوان آخر داستان، نمیدونم چقدر وقت داریم به من دوستان 1-2 دقیقه من بگم. چون پرسید یکی فقط 30 ثانیه. خب اینی که شما پرسیدید یه بدی داره وقتی که ما این بحثای بزن نزن و این حرفا تو جامعه جا میفته. اصلا وقتی به تلویزیون نداره، تو رسانه همه جا. بازار ما کساد میشه، بورس ما کساد میشه، همه معلق میمونن که میشه نمیشه، خرید و فروش به این میره. این ضربش خیلی بزرگتره، فرسایش میشه اصلا. این ضربش انگار که تو جنگ کردی. او این دفعه اتفاقا من دفعه قبلم گفتم جنگ ترکیبی، انواع ترور مخالف در داخل و بیرون کشور، ترور کور، ترور آدم مهم، انواع ترور، حملات وسیع سایبری، اینا بخشای جنگ ترکیبی که من بارها تو این برنامه گفتم. و همینطور شما برو جلو دیگه، خرابکاری، همین داستان مکانیسم باشه که هیچی پشتش نیست در حقیقت، حالا وقت نشد صحبت کنیم، شامل تحریم اقتصادی عمده نمیشه. یعنی اگه نفت شما صادراتش کشتی ایرانی، بانک، که نمیدونم بیمه، هر چیزی تحریمه، اینا تحریم‌های آمریکاست، ربطی به تحریم‌های سازمان ملل نداره. این دست فرمون رو جلو خواهد رفت قطعی، چه این 2 تا سناریو هر کدوم اتفاق بیفته یا نیفته.